در روزهای تجلیل 29 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 5500 سالگی سرازمی باستان همچون دستاورد بزرگ استقلالیت دولتی با یک شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌گردد. گروه ایجادی ما در کوچه های شهر باستانی پنجکین اندیشه و ملاحظات ساکنان گوناگون کسب و گوناگون سال را پیرامون دستاوردهای استقلالیت و تجلیل 5500 سالگی سرازمی باستان پرسان گردید که آنها اندیشه های خویش را از جمله چنین ابراز نمودند. شرافتی استقلالیت امروز ما سرازمی باستانی را با تنتنه قید میکنیم. سرازمی باستانی این تاریخ است، تاریخ خلق تاجیک، تاریخ ملت های آسیای میانه، تاریخ گذشته ما که باید جوانان دانند. من همین در کوفتکوی سرازم بودم. اونجا یکی از بهترین ارخئولوگ ها، نخستین ارخئولوگی سرازم این عبدالله جان اسحاقوف بودند. همون تبرچه از سرازم یافته شده را دیدم. برای سرازم عبدالله جان اسحاقوف بسیار خدمتی کلان کردگی، خدمتی بزرگ کردگی. باید جوانان دانند که تاریخ ما تاریخ بای است، تاریخ بزرگ است. من روزهای نزدیک در پنجکین در سرازم 5500 سالگی قید کرده می شود. من تکلیف دارم که در سرازم مکتب جوانان ارخئولوگ های جوان به نام عبدالله جان اسحاقوف گشاده شود. از دستاوردهای استقلالیت بهره میگیریم. اون یک دستاورد استقلالیت دیگر که خیلی که پیشوای معظم ملت قید نموده بودند 5500 سالگی سرازمی باستانی. اینم باعث فخری هر یک شهروند پنجکین، هر یک شهروند تاجیکستان می باشد که این تمام کشورهایی که اعضای تشکیلات بزرگ بین المللی یونسکو هستند، سازمان ملل متحد هستند، الکی میدانند که جشن بزرگ 5500 سالگی سرازمی باستانی را ما جشن میگیریم. تمام مهمان‌ها در سطح بین المللی البته جشن گرفته می شود. آبادانی رفته ایستاده است پنجکین. امروز البته در زیر سیاست رهبر دولت چقدر آبادانی شده ایستاده است. این راهی که در پنجکین عینی ساخته شده است. مثال عادی گوییم من و شما با هر روز یک پیش نظرمون با هر روز استفاده میکنیم. در راه ماشینمون میگردد، خودمون میگردیم. یک شهروند مثال آزادانه رفته میباید. پیشتر چگونه بود مثال؟ نه اینم یک دستاورد بزرگ استقلالیت گوییم خطا نمیکنیم. چقدر مکتب ها، چقدر بناهایی که اونا در شهر پنجکین حاضر دیگر جای نگوییم، تنها در شهر پنجکین مثال زیاده از 405 انشاءات تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی باید به انجام رسانده و استفاده داده شود. خیلی که ما شما میدونیم ملت تاجیک رو، خلق تاجیک رو در پیش دو جشنواره بزرگ، دو جشنواره که ملت تاجیک رو در عرصه بین‌المللی معرفی کرده است. این هم 5500 سالگی سرازمی باستان و 29 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. بنده از فرصت مناسب استفاده برده پیش از همه ملت تاجیک رو، خلق تاجیک و تاجیکستانی رو از قبل مردم شریفمند باستانی شهر پنجکین رو با این دو جشنواره بزرگ تبریک شادباش می‌نمایم. به آنها پیش از همه صحت و سلامتی، خانه آباد، دسترخوان پرفیض و پربرکت را آرزو می‌نمایم. اینجا وقتی که سخن درباره استقلالیت می‌رود، گفتن با مورد است که خود مفهوم استقلالیت چی است. امروز اگر به شکل غربی استقلالیت نظر افکنیم، استقلالیت این سوورنیتت است. اگر به مفهوم آن اصلا از مفهوم‌های فرانسوی یا که لاتینی گرفته شده معنای حاکمیت عالی را دارد و معنای دیگر گرم استقلالیت این آزادی است، استقلالیت این صلح است، استقلالیت این ثبات است. اگر ما امروز به تاریخ نوین دولتداری تاجیکان نظر افکنیم، اگر
البته که ما تاجیکان صاحب در گذشت صاحب دولت، صاحب ملت، صاحب تاریخ و فرهنگ بودیم و هستیم و خواهیم داشت. بعد از سالهای 90 اگر نظر افکنیم، اگر بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی از این اتحاد تونستن که هر کدامشون در علاهیدگی استقلالاتشون رو به دست آورند. در این لحظه ها جمهوری تاجیکستان از مد نظر دور نبود. جمهوری تاجیکستان توانست که در یک مدت کوتاه سنه 9 سپتامبر سال 1991 سال استقلالات خیش را به دست آورد. و اساس استقلالات چی است؟ اساس استقلالات این وحدت است. پنجکن بسیار آباد شد، شهر زیبا شد، ساختمان ها قامت افراختند، تازگی و آزادگی شهر بسیار بهتر شد. من خواهش میکنم از مردم شهر پنجکند که همین تازگی آزادگی را این بعد دوام دهند که مهمانان از خارجه می آمدگی هوس کنند. پس از هزار سالی دولتداری سامانیان سنه 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری تاجیکستان اعلامیه استقلالیت ملی خویش را آغاز بخشید و همینطور دوام 29 سالی استقلالیت در پرتو سیاست سازنده و عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کشور خورشیدی ما به یک قطار کامیابی های عظیم نائل گردید و امروز در خریطه جهان همچون جمهوری صاحب استقلال معرفی می شود. با شرافت استقلالیت ما امسال 5500 سالگی سررزم باستان را با یک شکوه و جلال خاصه تجلیل نموده همزمان به 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که سال آینده فرا می رسد همه طرفه آمادگی می گیریم. گزارش عباس همراساده، اسماعیل جان خالف.